بریم واسه گزارش. اسنایدر پاس میده، حرکت میکنه، یه پاس زیبا از اسنایدر میده به فودن و گل اول واسه من. اینجا امباپه سرتوب میزنه، پیتر چک سیو اول میگیره، لو دومی هم میگیره، چک سومی هم میگیره، عالی بر چک. اسنایدر واسه فودن میده به سرجینیو حرکت کرده، یه سانت زیبا باتیستوتا و گل دوم. امباپه فرار کرده، یه ضربه کاددار زیبا و یه گل جبران میکنه. لیوا میزنه، میتونه تیم مساوی کنه یا نه، میزنه و مساوی میکنه بازی رو. اسنایدر حرکت کرده، برمیگرده، یه پاس واسه سرجینیو یه سانت زیبا واسه باتیستوتا و گل دوم. دیوید بکام میزنه، دروازه‌بان میگیره. اسنایدر حرکت کرده، شوتشو میزنه و میگیره دروازه‌بان. اینجا نزدیک بود گل بخوره و تمام 3-2 فراموش نشه.